إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. جمعیت اصلاح و انکشاف اجتماعی افغانستان، دفتر صحابی هرات، انجمن اخلاق و معرفت. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. انجمن اخلاق و معرفت یک نهاد دینی و تربیتی است که به منظور خدمت به اسلام، رشد علم و اندیشه، اخلاق و فضیلت، تربیت فرد، خانواده و جامعه بر مبانی اسلام در سال 1381 خورشیدی تأسیس یافت و همکنون صدها تن از مردم متدین این خطه، اعم از علما، استادان پنهتون، محصلین، متعلمین، دکتران، انجینران، کسبکاران و دیگر اقشار جامعه را به همراه دارد. نبی رب العالمین الصادق الهادی الامین. این نهاد دینی تربیتی در بخش‌های مختلف مشغول فعالیت است که از آن جمله میتوان به دروس یومیه و هفته‌وار اسلامی در نقاط مختلف شهر، کنفرانس‌ها و سمینارهای آموزشی و اسلامی، سخنرانی در مساجد و مکاتب، دوره‌های تفسیر قرآن مجید در سطح شهر، سیرهای علمی برای جوانان، مسابقات وسیع علمی برای نسل جوان، تشکیل کتابخانه‌های اسلامی، تأسیس مدارس دینی و مکاتب خصوصی، تألیف و چاپ نشریات و کتاب‌های اسلامی، توزیع اعلامیه‌های اسلامی، کمپاین خدمات طبی و اجتماعی، ماهنامه معرفت با 7 سال نشر ماهوار و وبسایت اخلاق و معرفت اشاره نمود. انجمن اخلاق و معرفت در سال 1387 به جریان اسلامی افغانستان شمول جمعیت اصلاح و انکشاف اجتماعی افغانستان پیوست و از آن پس به حیث دفتر صاحبی این جمعیت دینی به فعالیت‌های اسلامیش تشکیل بیشتر بخشید. این نهاد اسلامی به هیچ جریان سیاسی وابستگی نداشته و با استقلال تمام از طریق حق العضویت اعضا و کمک‌های خیریه مردم مسلمان این خطه تمویل می‌شود. همکنون از فعالیت‌های اسلامیش هزاران زن و مرد و پیر و جوان این خطه استفاده می‌کنند و به فضل خداوند به چشم امیدی برای جامعه به ویژه نسل جوان ما مبدل شده است. لمحمد خلق عظیم و بحبه من لا یهین والله. گفتنی است در چوکات انجمن اخلاق و معرفت زنان متدین و آگاه به صورت جداگانه در تمام ساحات یاد شده برای زنان جامعه مشغول فعالیت اند. خلق عظیم و بحبه من لا یهین. این نهاد اسلامی از زن و مرد این جامعه به ویژه نسل جوان می‌طلبد تا با اشتراک و سهمگیری در این جریان اسلامی هم به تربیت و رشد اسلامی خود بیفزایند و هم در پیشگاه خداوند از پاداش نصرت اسلام بهره مند شوند. رب العلا